قال فما خطبكم أيها المرسلون. ابراهیم گفت پس مأموریت شما چیست ای فرستادگان؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. گفتند حقا که ما به سوی مردم گناهکار فرستاده شده ایم تا سنگپاره های از گل را بر ایشان فرو ریزیم، سنگپاره هایی که در نزد پروردگار تو برای اسرافکاران نشانی شده است. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. پس کسانی از مؤمنان را که در آنجا بودند بیرون آوردیم، ولی جز یک خانواده از مسلمانان را در آنجا نیافتیم. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. و در آن دیار برای آنانی که از عذاب دردناک می‌ترسند این را به حیث نشانه گذاشتیم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. و در داستان موسی نیز نشانه است هنگامی که او را نزد فرعون با معجزه روشن فرستادیم. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. اما او به ارکان دولت خود روی آورد و گفت این شخص یا جادوگر است یا دیوانه. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. پس ما او و لشکریانش را گرفتار ساختیم و ایشان را به دریا افکندیم و او ملامت بود. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. و نیز در داستان عاد نشانه است وقتی که بر ایشان باد عقیم را فرستادیم. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. بادی که نه تنها ابر و باران را به همراه نداشت بلکه از هیچ جای نگذشت مگر آنکه آن را همچون کاه پوسیده تباه ساخت. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. و در داستان ثمود نشانه دیگری بود زمانی که به ایشان گفته شد از این زندگانی خود تا مدت بهره‌ور شوید. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. اما از حکم پروردگار خیش سر باز زدند، پس آواز مهیب ایشان را فرا گرفت در حالی که می نگریستند. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. ایشان طاقت ایستادن را نداشتند و نه هم از انتقام گیرندگان بودند. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. و قوم نوح را پیش از آنها هلاک کردیم، بیگمان ایشان قوم فاسقی بودند. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. و آسمان را با قوت بنا کردیم و بیگمان آن را وسعت دهنده ایم. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. و زمین را گستردیم و ما گستراننده خوبی هستیم. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. و از هر چیز جفت یعنی دوتا آفریدیم تا باشد که پند بگیرید، پس به سوی خدا بشتابید، بیگمان من برای شما از جانب او بیم دهنده آشکاری هستم. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر
إني لكم منه نذير مبین. با خدا معبودی دیگری قرار ندهید. بیگمان من برای شما از جانب او بیم دهنده آشکاری هستم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. به این ترتیب پیش از ایشان نیز هیچ پیامبری نیامده مگر اینکه مردم در حق او گفتند جادوگر است یا دیوانه. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. آیا همه کافران در مخالفت با پیامبران خویش یکدیگر را به آن وصیت کرده اند؟ نه خیر، بلکه ایشان مردم سرکشند. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لذا از ایشان رو بگردان، تو ملامت نیستی و پند بده، زیرا پند دادن به مؤمنان سودمند است. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جن و انس را نیافریده ام مگر برای اینکه مرا پرستش کنند. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. من از ایشان روزی نمیخواهم و نه از آنها میخواهم تا مرا طعام بدهند. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حقا که خداوند خودش روزی دهنده و صاحب نیروی استوار است. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. بیگمان برای ستمگاران بهره است مانند بهره یارانشان، پس شتاب نکنند. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. پس وای بر کافران از روزی که به آنها وعده داده می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. سوگند به کوه طور، به کتاب نوشته شده در ورق گشاده، و سوگند به بیت المعمور و به سقف برافراشته شده و به بحر جوشان. سوگند به همه اینها که بیگمان عذاب پروردگار تو واقع شده نیست و هیچ چیز آن را دفع کردنی نیست. روزی که آسمان به موجهای هیبتناک موج زند و کوها به رفتار صغیر روان گردند. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. پس وای در آن روز بر تکذیب کنندگان حق، آنهایی که در سخنان هرزه مشغول هستند. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. در آن روز که به آتش دوزخ به زور کشانیده می شوند گفته می شود این است همان آتشی که آن را دروغ می پنداشتید. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. آیا این واقعا جادویی بود یا شما دیده بینا نداشتید؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء
عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. به دوزخ درآیید، خواه شکیبایی ورزید یا بی‌صبری کنید، هر دو حالت به شما برابر است. واقعا طبق عملی که انجام داده اید جزا داده میشوید. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. واقعا پرهیزگاران در باغهای بهشت و در خوشی و نعمتها به سر میبرند. از آنچه پروردگارشان به ایشان داده است شادمانند و نیز از اینکه پروردگارشان آنها را از عذاب دوزخ نجات داده است. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. به ایشان گفته می شود به گوارایی بخورید و بنوشید به خاطر اعمالی که در دنیا انجام می دادید و در این حالت ایشان بر تخت‌های تکیه زده می باشند که به سقف‌های منظمی تهیه شده است و ایشان را با حوران بزرگ چشم همسر می گردانید. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. و کسانی که ایمان آوردند و اولادشان از آنها با ایمان پیروی کردند اولادشان را به ایشان پیوست می سازیم و در عین حال از مزد عملشان هم چیزی را کم نمی کنیم. آری هر کس در گرو کردار خود است. و امددناهم بفاکهة ولحم مما یشتهون. و به ایشان میوه و گوشت از آنچه خواسته باشند پیاپی ارزانی میکنیم. یتنازعون فیها کأسا لا لغو فیها ولا تأثیم. در آنجا جامهای شرابی که بیهودگی و گناهی را به همراه ندارد دست به دست میکنند. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. پیرامونشان نوجوانانی برای خدمتگاری گشت و گذار می کنند که گویی مروارید اند در غلاف پنهان شده. و اقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. در این حال بعضشان روی به بعضی دیگری کرده از هم میپرسند میگویند پیش از این در میان اهل بیت خود در حالت ترس به سر میبردیم ولی خداوند بر ما منت نهاد و ما را از عذاب کشنده نجات داد. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحیم. حقا که از سابق با او یعنی خدا نیایش می کردیم بیگمان که او نیکوکار و مهربان است. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. پس تو ای محمد پندی زیرا تو به فضل پروردگارت نه کاهن و نه هم دیوانه می باشی. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. یا میگویند او شاعری است و برای او حوادث روزگار را انتظار میکشی. قل تربصوا فإني معكم من المتربصین. بگو انتظار بکشید من نیز با شما انتظار میکشم.
أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. آیا خردشان آنها را به این کار برمی‌انگیزد یا ایشان قوم طغیانگری اند؟ أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. آیا میگویند او قرآن را از خود بربسته؟ نه خیر، بلکه ایشان ایمان نمیارند. فلیأتوا بحدیث مثله إن كانوا صادقین. اگر واقعا راست میگویند که این قرآن را خود پیغمبر افتتاح کرده است، پس سخنی همانند آن بیاورند. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. آیا ایشان خود به خود بدون هیچ چیزی آفریده شده اند یا خودشان آفریدگار خویشند؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. آیا آسمان ها و زمین را ایشان آفریده اند؟ خیر، بلکه ایشان یقین ندارند. ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون. آیا خزانه های غیبی پروردگارت نزد ایشان است؟ آیا ایشان به همه امور تسلط دارند؟ ام لهم سلم یستمعون فیه فلیأت مستمعهم بسلطان مبین. یا زینه ای دارند که با آن با آسمان ها بالا شده و اسرار آن را میشنوند، پس باید این شنونده ایشان دلیل آشکاری بیاورد. ام له البنات ولکم البنون. یا برای خدا دخترانی است و برای شما پسران؟ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. آیا از ایشان پاداشی می‌خواهی که آنها از این تاوان گرانبار می‌شوند؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون. یا اسرار غیبی نزد ایشان است که ایشان از روی آن می‌نویسند؟ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون. یا دسیسه را در نظر دارند؟ آری، کافران هم ایشانند که به دام حیله خود گیر می آیند. ام لهم اله غیر الله سبحان الله عما یشرکون. یا برایشان معبودی جز خدا است؟ منزه است خدا از آنچه به او شریک می آورند. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ. اگر پارچه از آسمان را ببینند که می افتد میگویند ابری است متراکم. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. پس ایشان را تنها بگذار تا آن روز خود را ببینند که در آن بیهوش ساخته می شوند، روزی که دسیسه ایشان از ایشان چیزی را دفع نمی کند و نه به ایشان کمکی صورت می گیرد. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. بیگمان برای ستمگاران عذابی است بغیر از این عذاب که در آخرت برایشان در نظر گرفته شده، مگر بیشتر ایشان نمی‌دانند. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. به فرمان پروردگارت انتظار بکش، زیرا بیگمان پیش نظر ما قرار داری، و پروردگارت را هنگامی که می ایستی به پاکی ستایش کن و نیز در پاره از شب او را ستایش کن و نیز در هنگام غروب ستارگان. بسم الله الرحمن الرحیم. به
به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. قسم به ستاره هنگامی که میل کند، یعنی رو به افول گذارد. دوست شما نه گمراه شده و نه هم به بیراه رفته. از روی هوای نفس سخن نمیگوید. این هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى. نیست این قرآن جز وحی که به او فرستاده می شود. شخصیت نیرومندی به او آموخت، صاحب قوت و نیرو چون استقرار یافت، در حالی که او در افق بلند قرار داشت. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى. سپس نزدیک شد و فرود آمد تا آنجا که به فاصله 2 کمان یا نزدیکتر از آن قرار گرفت. فأوحى إلى عبده ما أوحى. پس خداوند آنچه را وحی کردنی بود به بنده اش وحی کرد. ما كذب الفؤاد ما رأى. دل او آنچه را دید هرگز دروغ نگفت. افتمارونه على ما یرا. پس آیا با او درباره آنچه دیده است مجادله میکنید؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. بیگمان او را باری دیگر دیده بود نزد سدرة المنتهی، جایی که نزدیک آن بهشت رهایشگاه است. اذ یغشی السدرة ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى. هنگامی که سدره را پوشانده بود چیزی که پوشانده بود، نگاه او منحرف نشد و به غیر نپرداخت. لقد رأى من آیات ربه الكبرى. واقعا او برخی از نشانه های بزرگ پروردگار خود را مشاهده نمود. افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. آیا لات و عزا را دیدید و منات را که 3مین و آخرین است؟ ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضیزى. آیا شما پسر دارید و او دختر؟ به این ترتیب این بهره است ناتمام، یعنی غیر عادلانه. این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤكم ما انزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. اینها جز نامه‌هایی نیستند که شما و پدران شما خود بر آنها نهاده اید و برای ثبوت آن خداوند هیچ دلیل نفرستاده است. ایشان جز وهم و هوای نفس چیزی دیگر را پیروی نمی کنند، در حالی که هدایت قاطعی از جانب پروردگارشان برایشان آمده است. ام للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. آیا هر آنچه را انسان آرزو می کند به دست می آورد؟ واقعیت این است که هم آخرت و هم دنیا هر دو از آن خداوند است. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. چه بسا از فرشتگانی که در آسمان ها اند که هرگز شفاعتشان سودی ندارد مگر بعد از اینکه خداوند اجازه دهد
آن هم برای هر کسی که بخواهد و راضی باشد. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. بیگمان آنانی که با آخرت ایمان ندارند فرشتگان را به نامهای زنانه نامگذاری می کنند. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. در حالی که ایشان به ثبوت این گفته خود علمی ندارند، چیزی را جز گمان پیروی نمی کنند و حقا که گمان هرگز انسان را از یقین بی‌نیاز نمی کند. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. بنابراین از کسی که از ذکر ما رو گردانید و جز به زندگی مادی دنیا نیندیشید اعراض کن. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. این آخرین حدود دریافتشان است از علم. بیگمان پروردگار تو به حال کسانی که از راه او گمراه شده اند آگاه تر است و او به شناخت رهیاب شدگان از همه داناتر است. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. و هر آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست تا آنانی را که بدی کردند به اساس اعمالشان مجازات کند و آنانی را که نیکویی کردند پاداش نیک دهد. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. آنانی که از گناهان کبیره و فحشا اجتناب می‌ورزند و جز به گناهان صغیره دست نمی‌یازند بیگمان پروردگار تو صاحب آمرزش گسترده است. او در هنگامی که شما را از زمین آفرید و حتی زمانی که شما در شکم‌های مادران خیش به صورت جنین قرار داشتید به احوال شما داناتر بود. پس خودستایی نکنید، او به حال پرهیزگاران داناتر است. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. آیا کسی را که رو گردانید دیدی و کم بخشید و بخیل شد؟ أعنده علم الغيب فهو يرى. آیا نزد او علم غیب است و او می‌بیند؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. آیا به آنچه در صحیفه های موسی است آگاه نشده است و ابراهیمی که وعده خود را به جا کرد که هیچ بردارنده بار کسی دیگر را برداشتن نمیتواند، یعنی هیچ کس گناه کسی دیگر را به دوش نمیگیرد و این که برای انسان بهره جز حاصل سعی او نیست و این که ثمره سعی او به زودی دیده می شود. ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى
وأنه هو أمات وأحيا. سپس به او کامل ترین پاداش داده می شود و این نیز که بازگشت همه به سوی پروردگار توست و این که تنها او تعالی و تقدس می خنداند و می گریاند و این که تنها اوست که می میراند و زنده می کند. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى. و این که اوست که جورهای نر و ماده را آفرید از نطفه هنگامی که ریخته می شود و این که بر خداست آفرینش دیگر و تنها اوست که بینیاز ساخت و سرمایه بخشید. وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. و این که تنها اوست پروردگار ستاره شعرا و اوست که قوم عاد نخستین را هلاک کرد و نیز قوم ثمود را به گونه‌ای که کسی از آنها را باقی نگذاشت و پیش از آنها قوم نوح را نیز که ایشان از همه ستمگارتر و سرکشتر بودند. والمؤتفکة اهوى فغشاها ما غشا. و نیز شهرهای زیر و رو شده قوم لوط را کوبی پس آنها را پوشاند چیزی که پوشاند. فبأي آلاء ربك تتمارى. پس به کدام یک از نعمتهای پروردگارت شک می‌ورزی؟ هذا نذیر من النذر الاولى. این هشداری است از هشدارهای پیشین. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. نزدیک شونده یعنی قیامت نزدیک شد، جز خدا هیچ کسی آن را بی نقاب ساخته نمیتواند. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. پس آیا از این سخن تعجب می کنید و می خندید و گریه نمی کنید و شما سرگردان هستید؟ فاسجدوا لله واعبدوا. پس خاص برای خدا سجده کنید و او را پرستش کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت نزدیک شد و ماه شکافته شد. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. اگر نشانه را ببینند روی برمیتابند و میگویند این جادویی است پیاپی. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. و پیامبر را تکذیب کردند و هوای نفس خود را پیروی نمودند و هر کار به جای خود قرار گرفته نیست. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. بیگمان به ایشان برخی خبرها رسیده است که در آن به قدر کافی هوشدار بازدارنده بوده است. این حکمت بالغه است ولی این هوشدارها بی نتیجه ماند، لذا از ایشان روی بگردان
روزی فرا می رسد که دعوتگری مردم را به امر ناگواری فرا می خواند. در حالی که چشمشان به زمین دوخته شده است از قبرها می برآیند. تو گویی که ایشان ملخ‌های پراگنده اند. مهطعین الی الداع یقول الكافرون هذا یوم عسیر. به سوی این دعوتگر با نگاه‌های خیره نگاه می‌کنند. کافران می‌گویند این روز سختی است. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. پیش از آنها قوم نوح پیامبرشان را تکذیب کردند. ایشان بنده ما را تکذیب کردند و گفتند او دیوانه است و او باز داشته شد. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. در این حال و پروردگار خود چنین نیایش کرد: من مغلوب شده ام، پس مرا یاری ده. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. پس دروازه های آسمان را به آب سرازیر شونده گشودیم و از زمین چشمه ها را جاری ساختیم. پس آبها بر کاری که مقدر شده بود در هم آمیختند. و حملناه على ذات الواح و دسر تجری باعیننا جزاء لمن کان کفر. و او را بر کشتی ساخته شده از تخته چوبها، میخها و طنابها برداشتیم که زیر نظر ما حرکت میکرد، پاداشی برای کسی که با او ناسپاسی شده بود. ولقد تركناها آیة فهل من مدکر. بیگمان این را مایه عبرتی گذاشتیم، پس آیا پندپذیری هست؟ فكيف كان عذابی و نذر. پس چگونه بود عذاب و سرانجام هشدارهای من؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدکر. ما در واقع قرآن را به منظور پند گرفتن آسان ساختیم، پس آیا پندپذیری هست؟ كذبت عاد فكيف كان عذابی و نذر. عاد نیز پیام حق را تکذیب کردند، پس چگونه بود عذاب و سرانجام هشدارهای من؟ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. بیگمان ما در روز پیاپی نحس تنباد سردی را بر ایشان فرستادیم. مردم را میکشید گویی که ایشان تنه های درخت خرمای از ریشه کشیده شده باشد. فكيف كان عذابی و نذر. پس چگونه بود عذاب و سرانجام هشدارهای من؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدکر. ما در واقع قرآن را به منظور پند گرفتن آسان ساختیم، پس آیا پندپذیری هست؟ كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ثمود نیز هشدار دهندگان را تکذیب کردند و گفتند آیا بشری را از میان خود پیروی کنیم؟ اگر چنین کنیم آنگاه در گمراهی و جنون خواهیم بود. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. آیا از میان ما تنها بر وی وحی نازل شده است؟ نه خیر، بلکه او بسیار دروغگوی و بی‌مبالات است. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر.
فردا زود میدانند که دروغگوی بی مبالات کیست. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. ما حتما فرستنده اشتر ماده هستیم به منظور آزمایش ایشان. پس تو ای صالح ایشان را مراقبت کن و صبر نما و ایشان را خبر ده که آب میان ایشان تقسیم شده است. هر نوبت آب حاضر کرده شده است. هر کسی که سهمی در آب دارد حاضر شود و نوبت آب خود را بگیرد. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. پس یار خود را فرا خواندند و او به این کار نهایت خطیر دست یازید و شتر را پی کرد. فكيف كان عذابي ونذر. پس چگونه بود عذاب و سرانجام هشدارهای من؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. بیگمان ما بر ایشان آواز شدیدی را فرستادیم و ایشان چون گیاهان خشک در هم شکسته شدند. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ما به واقع قرآن را به منظور پند گرفتن آسان ساختیم، پس آیا پند پذیری هست؟ كذبت قوم لوط بالنذر. قوم لوط نیز هشدار دهندگان را تکذیب کردند. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. بیگمان ما بر ایشان باد سنگباری را فرستادیم که همه ایشان را هلاک کرد جز خانواده لوط که سحرگاهان آنها را نجات دادیم به حیث نعمتی از جانب ما. این چنین پاداش می‌دهیم کسی را که شکر گزارد. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. و واقعا لوط ایشان را از مؤاخذه ما هشدار داده بود مگر ایشان با هشدار دهندگان ستیزه جویی کردند. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. و از او خواستار مهمانانش شدند پس ما چشمانشان را کور ساختیم پس گفتیم عذاب و هشدارهای مرا بچش. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. بیگمان در سرآغاز بامدادان عذاب پایدار به سراغشان آمد. فذوقوا عذابی و نذر. پس این عذاب و هشدارها را بچشید. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ما به واقع قرآن را به منظور پند گرفتن آسان ساختیم پس آیا پندپذیری هست؟ ولقد جاء آل فرعون النذر. و بیگمان برای فرعونیان نیز هشدار دهندگانی آمدند. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ایشان همه معجزه های ما را تکذیب کردند پس ایشان را مؤاخذه نمودیم مؤاخذه صاحب قدرت منی و توانا. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. آیا کفار شما یعنی قریش از آنها بهترند یا برای شما در کتب پیشین امان داده شده است؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر. یا میگویند ما جماعتی هستیم پیروزمند؟ سیهزم الجمع و یولون الدبر.
به زودی این جمعیت شکست میخورند و رو به فرار مینهند. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. بلکه قیامت وعدگاه حقیقیشان است و قیامت بلیه سختر و تلختر است. إن المجرمين في ضلال وسعر. بیگمان گناهکاران در گمراهی و دیوانگی به سر میبرند. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. روزی که بر روحهای خیش در آتش کشیده شوند به ایشان گفته شود بچشید مزه آتش را. إنا كل شيء خلقناه بقدر. بیگمان ما هر چیز را به اندازه آفریدیم. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. و حکم ما نیست مگر یک کلمه همچون یک چشم بر هم زدن. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. و واقعا در گذشته بسیاری از امثال شما را هلاک کردیم، پس آیا پندپذیری هست؟ وكل شيء فعلوه في الزبر. هر آنچه را که مرتکب شده اند در نامه اعمالشان درج است. وكل صغير وكبير مستطر. و هر کار کوچک و بزرگ نوشته شده است. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بیگمان پرهیزگاران در میان باغها و در کنار جویبارها می باشند، در مجلس صدق نزد پادشاه توانای مطلق. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. الرحمن علم القرآن. خداوند رحمان است که قرآن را تعلیم داد. خلق الانسان علمه البیان. انسان را آفرید و سخن گفتن را به او آموخت. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. آفتاب و ماه به حسابند و ستاره و درخت به او سجده می کنند. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. و آسمان را برافراشت و ترازوی عدالت را برقرار کرد تا در ترازو حق تلفی نکنید. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. به انصاف وزن کنید و در وزن کمی نورزید. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. و خداوند زمین را برای مخلوقات خود نهاد، در آن میوه‌های گوناگون و درخت خرمای شگوفه‌دار است. در آن خوشه‌های است که دانه آن کاه دارد، یعنی دانه به وسط قرار گرفته و دورا دور آن را کاه پوشانیده و نیز بوته‌های ریحان وجود دارد که نهایت خوشبو است. پس ای گروه جن و انس، کدام یک از نعمت‌های پروردگار خود را تکذیب می‌کنید؟ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. انسان را از گل خشکیده همچون سفال آفرید
و جن را از شعله از آتش آفرید. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. او پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان. دو دریا را در هم آمیخت طوری که با هم ملاقی می شوند. در بین آنها حائل قرار دارد که به هم تجاوز نمی کنند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. مروارید و مرجان از میان آن دو بیرون می آید. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. و از آن اوست کشتی های کوه پیکری ایجاد شده در بحر. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هر که بر روی زمین است فنا شدنی است و تنها ذات پروردگار تو که صاحب جلال و عظمت است باقی می ماند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. هر که در آسمان ها و زمین است از او حاجات خود را می جوید. او هر روز در شأنی است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بزودی به حساب اعمال شما می پردازیم ای دو ثقیل جن و انس. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ای گروه جن و انس، اگر می توانید از کرانه های آسمان ها و زمین بگذرید پس بگذرید، ولی هرگز گذر کردن نمی توانید مگر به نیرویی که از جانب خداوند ارزانی گردد. پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. شعله های صافی از آتش و دود متراکم بر شما فرستاده می شود، پس از خود دفاع کردن نمی توانید. پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هنگامی که آسمان شکافته شود و به یک بارگی مانند چرم سرخ شود، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟
فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. در آن روز نه انس و نه هم جن از هیچ کدام از گناهش پرسیده نمی شود. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. زیرا مجرمان از سیمایشان شناخته می شود، پس به موی پیشانی و پای خود گرفته می شود. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. این همان دوزخی است که مجرمان از آن انکار می کردند. میان آن آتش و میان آب جوشان در رفت و آمدند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. و برای کسی که از مقام پروردگارش ترسیده است دو بهشت است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. دارای شاخه های انبوه اند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. در آنها دو چشمه جریان دارد. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. در آن دو از هر میوه دو جوره است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بر فرش هایی که از طرحهای آنها از حریر است تکیه زننده اند و میوه های رسیده آن دو باغ به آسانی در دسترس می باشد. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ فیهن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. در آن بهشت ها زنانی اند که نگاه هایشان را از دیدن بیگانه باز داشته اند و پیش از بهشتیان هیچ انس و جن ایشان را مس نکرده اند. پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. گوی ایشان یاقوت و مرجانند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. آیا پاداش نیکی جز نیکی چیزی دیگری شده می تواند؟ پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ ومن
دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان و جز این دو بهشت دیگر است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان باغستان‌های سرسبز سیه است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ فیهما عینان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان در آنها دو چشمه فوران کننده است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ فیهما فاکهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان در آنها میوه‌ها خرما و انار است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ فیهن خیرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان در آنها زنان نجیب و زیبا و سر میبرند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان در آن حورانی است در خیمه های نگه داشته شده. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان که پیش از ایشان هیچ انس و جن ایشان را مست نکرده است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان بر بالش های سبز و فرش های زیبا و نفیس تکیه زده اند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام با برکت است نام پروردگاری صاحب عظمت و مکرمت تو. بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه وقتی که واقعه یعنی قیامت واقع شود، در آن وقت هیچ کس منکر وقوع آن نمی باشد. خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة. گروه را پایین میبرد و گروه را بالا میبرد. هنگامی که زمین به شدت لرزانیده می شود و کوه‌ها ریزه ریزه شوند، همچون غباری پراگنده شوند و شما به 3 دسته تقسیم شوید. فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة، یاران دست راست و چی خوبی هستند یاران دست راست. و اصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة، یاران دست چپ و چی بدی هستند یاران دست چپ. والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعیم، و پیشیگیران پیشگام
هم ایشانند مقرب در بهشت های سرشار از نعمت ها. ثلة من الأولين وقلیل من الآخرین. گروه از پیشینیان و اندکی از پسینیان، یعنی از کسانی که بعد از ایشان آمدند. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. بر تخت‌های دارای زریهای سخت بافت قرار دارند. بر آن تخت‌ها روبروی یکدیگر تکیه زده اند. بر ایشان بچه‌های همیشه نوجوان گشت و گذار می‌کنند با قدح‌ها، سرایی‌ها و جام‌های شراب زلال. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. از نوشانوشی آن شراب سردرد نمی‌شوند و نه هم مست و بیهوش می‌شوند. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. و میوه‌هایی که انتخاب می‌نمایند و گوشت پرنده از هر نوعی که بخواهند. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. و زنان سیمین بدن گشاد چشم همانند مروارید غلاف شده در صدف، و این پاداشی است بر اعمالی که در دنیا انجام میدادند. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. در آنجا نه سخن بیهوده میشنوند و نه سخنان گناه آلودی مگر گفتن سلام سلام را. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. و یاران دست راست چی خوبی هستند یاران دست راست. في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. در میان درختان سدر بیخار به سر میبرند و طلح یعنی درخت سایه‌دار انبوه دارای شاخه های بر یکدیگر انباشته و سایه های گسترده و آبشارها و میوه های فراوان که نه خلاصی دارد و نه هم ممنوع قرار داده شده است و تخت های برافراشته شده. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. بیگمان ما این زنها را آفرینش نوی بخشیدیم، پس ایشان را دائما باکره گردانیدیم، دوستدار شوهران همسن و سال خویش برای یاران دست راست. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. گروهی از پیشینیان و گروهی از پسینیان، یعنی کسانی که بعد از ایشان آمدند. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. یاران دست چپ چی بده هستند یاران دست چپ. في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. در تند بادی از آتش و آبی جوشان و در سایه دود سیاه غلیظ قرار دارند که نه سرد است و نه هم مکرمت اندود. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين
وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. بیگمان ایشان پیش از این عیاش و خوشگذران بودند و بر گناه بزرگ اصرار می ورزیدند و می گفتند انگامی که بمیریم و خاک شویم و مشت استخوان، آیا واقعا بار دیگر برانگیخته می شویم یا نیاکان پیشین ما هم برانگیخته می شوند؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. بگو بیگمان اولین و آخرین همه جمع کرده می شوند به میعاد روز معینی. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. سپس شما ای گمراهان تکذیب کننده حتما از درختی از زقوم می خورید و شکمها را از آن پر می کنید و سپس بر آن از آب جوشان می نوشید. پس چنان می نوشید به گونه نوشیدن شتران تشنگی زده. این است ضیافتشان در روز قیامت. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. ما شما را آفریدیم، پس چرا این حقیقت را تصدیق نمی کنید؟ افرأیتم ما تمنون أأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون. آیا پس به این آبی که آن را در رحم واریز می کنید نمی بینید؟ آیا شما آن را می آفرینید یا ما آفریننده آن هستید؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ما مرگ را در میان شما مقدر کرده ایم، هرگز پس نمیمانیم، یعنی کسی بر ما پیشی نمیگیرد بر اینکه امثال شما را تبدیل کنیم و شما را به حالت پدید آوریم که نمیدانید. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. و یقینا آفرینش اول را دانستید، پس چرا آن را به یاد نمی آورید؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. پس آیا دیدید چیزی را که میکارید؟ آیا شما آن را میرویانید یا ما رویاننده اید؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. و اگر بخواهیم آن را به گیاه در هم کوبیده مبدل می سازیم به گونه ای که به حیرت افتید و بگویید یقینا زیانمند شده ایم و بلکه ما از ثمره زحمت خود بی بهره شده ایم. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. آیا به آبی که می نوشید اندیشیده اید؟ آیا شما آن را از ابر به شکل بارندگی نازل کرده اید یا ما نازل کننده ایم؟ اگر بخواهیم آن را شور می گردانیم، پس چرا شکر نمی گذارید؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون
آیا درباره آتشی که می‌افروزید فکر کرده اید؟ آیا شما درخت آن را آفریده اید یا ما آفریننده اید؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوین. ما آن را پندی و بهره‌مندی برای مسافران گردانیده ایم. فسبح باسم ربك العظیم. پس نام پروردگار بزرگ خود را به پاکی یاد کن. فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. و علاوة سوگند یاد می کنم به منازل ستارگان و این سوگندی است واقعا بزرگ اگر بدانید. این حقیقتا قرآنی است گرامی قدر نوشته شده در کتاب محفوظ. لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. جز پاکان کسی دیگر به آن دست نمیزند. نازل شده است از طرف پروردگار جهانیان. آیا به این سخن مداهنه می کنید؟ یعنی حقانیت قرآن را می پوشانید؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. و آیا بهره خود را از زندگی تکذیب قرآن قرار می دهید؟ پس چرا وقتی که جان به گلو رسید مرگ را دفع کرده نمی توانید؟ در آن وقت شما این حالت را می بینید و ما با او که در حالت نزع قرار دارد نسبت به شما نزدیکترین ولی شما نمی بینید. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. پس اگر به زعم شما به مقابل اعمال خیش مجازات نمی شوید چرا روح را باز نمی گردانید اگر راستگویی هستید؟ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. پس اگر او از مقربان درگاه خدا باشد برایش آرامی، خوشی و بهشت پر نعمت ارزانی شده است. و اما این کان من اصحاب الیمین فسلام لك من اصحاب الیمین. و اگر از یاران دست راست باشد پس بر تو از یاران دست راست سلام باد. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. و اما اگر از تکذیب کنندگان گمراه باشد پس سرنوشت او مهمانی است از آب جوشان و کباب شدن به آتش دوزخ. این هذا لهو حق الیقین. بیگمان این سخن حق است و یقینی. فسبح باسم ربک العظیم. پس نام پروردگار بزرگ خود را به پاکی یاد کن. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هر آنچه در آسمان ها و زمین است خدا را به پاکی یاد می کند و او صاحب قدرت منی و با حکمت است. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت
وهو على كل شيء قدیر. پادشاهی آسمان ها و زمین از آن اوست، زنده میگرداند و میمیراند و او بر هر چیز تواناست. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هم اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و او به هر چیز داناست. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصیر. هم اوست که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، سپس بر عرش مستولی شد. او آنچه را در زمین فرو می رود و آنچه را از آن خارج می شود و آنچه را از آسمان نازل می شود و آنچه را در آن بالا می رود به تمام و کمال می داند و او با شماست هر جایی که باشید و خداوند به آنچه می کنید بیناست. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. پادشاهی آسمان ها و زمین از آن اوست و همه امور به خدا باز می گردد. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل وهو علیم بذات الصدور. شب را در روز داخل می کند و روز را در شب داخل می کند و او به آنچه در سینه ها است دانا می باشد. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. با خداوند و به پیامبر او ایمان آورید و از آن مال و دارایی که شما را در مالکیت آن خلیفه خود گردانیده است در راه خدا خرج کنید. پس کسانی از شما که ایمان آوردند و در راه خدا خرج کردند برایشان مزد بزرگی است. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. و شما را چی شده است که به خدا ایمان نمی آورید؟ یعنی چرا در راه خدا خرج نمی کنید در حالی که پیامبر شما را دعوت می کند که به پروردگار خیش ایمان آورید و باز واقعا از شما پیمان محکمی گرفته است اگر ایمان دارید. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. او ذاتی است که برای بنده خود آیات واضح را میفرستد تا شما را از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون آرد و بیگمان خداوند به شما بسیار رؤوف و مهربان است. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبیر. و شما را چی شده است که در راه خداوند خرج نمی کنید حالان که میراث آسمان ها و زمین از آن خداست؟ کسانی از شما که پیش از فتح مکه خرج کردند و پیکار نمودند مساوی نیستند، بلکه ایشان از کسانی که بعد از فتح مکه خرج کردند و جنگ نمودند بلند مرتبه ترند
و خداوند برای هر دو گروه وعده نیکویی داده است و خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر کریم. کیست آن که به خداوند قرض بدهد قرضی نیکو، پس خداوند آن را چند برابر برای او اضافه می کند و علاوةً برای او پاداشی پرارزش است. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. یاد کن روزی را که مردان مسلمان و زنان مسلمان را میبینی که نورشان در جلوشان و اطرافشان میشتابد و برایشان گفته میشود مژده باد بر شما، امروز نصیب شما باغ‌هایی است که زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد و در آن جاودانه به سر میبرید و این است همان پیروزی بزرگ. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. روزی که مردان منافق و زنان منافق به مسلمانان میگویند ما را بگذارید تا از نور شما روشنایی بگیریم، برای ایشان گفته می شود به پشت سر خود بازگردید و آنگاه روشنایی بجویید. پس در میانشان دیواری گذارده می شود که دروازه دارد، در درون آن سراسر رحمت است و بیرون آن در عقبش عذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. آنها به مسلمانان صدا می کنند آیا ما با شما نبودیم؟ مسلمانان میگویند بله، مگر شما خود را به هلاکت افکندید و در انتظار تباهی ما بودید و در وعده خداوند شک داشتید. شما را آرزوهای غلط اغوا کرد تا آنکه حکم خداوند فرا رسید و شیطان فریبکار شما را در مورد لطف و رحمت خداوند فریب داد. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. پس امروز نه از شما فدیه قبول می شود و نه هم از کافران، جای همه شما آتش است، همین آتش رفیق شایسته حال شماست و چی بد جای است. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. آیا برای مؤمنان وقت آن نرسیده است که دلهایشان به ذکر خدا و آنچه از حق نازل شده نرم شود و مانند کسانی نباشند که پیش از این برایشان کتاب داده شده بود ولی چون زمانی طولانی بر آنها سپری شد دلهایشان سخت شد و بسیاری از ایشان بدکارند. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. بدانید که خداوند زمین را بعد از مردن آن زنده می‌گرداند. بیگمان آیات خود را به شما بیان نمودیم تا باشد که بیندیشید. إن
المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. بیگمان برای مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده و کسانی که خداوند را قرض حسنه می دهند برایشان چند برابر مزدشان داده می شود و علاوةً برایشان پاداش گرامی است. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. و آنانی که به خداوند و پیامبران او ایمان آوردند هم ایشان نزد پروردگارشان صدیقان و شهدااند. ایشان راست پاداش اعمالشان و روشنایی ایمانشان. و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند آنها اهل دوزخند. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بدانید که زندگی دنیا جز بازی و سرگرمی و تجمل پرستی و خودستایی در میان شما و افزون طلبی در اموال و اولاد چیزی نیست. همانند بارانی که سبزه نبات آن زراعت پیشگان را به خوشی عجیب فرو میبرد و سپس خشک می شود به گونه ای که آن را زرد شده می بینی و باز به کاه تبدیل می شود و در آخرت برای کافران عذاب شدید است و برای مؤمنان آمرزشی از جانب خدا و رضامندی است و زندگی دنیا جز متاع فریب چیزی نیست. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. در راه رسیدن به آمرزش پروردگار خیش و بهشتی که پهنای آن مانند پهنای آسمان و زمین است مسابقه کنید. بهشتی که برای کسانی آماده شده است که به خدا و پیامبران او ایمان آورده اند. این است فضل خداوند و هر کسی که بخواهد آن را اعطا می کند و خداوند صاحب فضلی بزرگ است. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هیچ مصیبتی در زمین و در وجود شما رخ نمی‌دهد مگر این که پیش از آن که آن را بیافرینیم در کتاب به ثبت رسیده است. بیگمان این کار برای خدا آسان است. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. برای این که بر آنچه از دست می دهید اندوهگین نشوید
و به آنچه به شما عطا کرده است برای تکبر ورزیدن خوشحال نشوید و خداوند هیچ متکبر خودستایی را دوست نمی دارد. آنانی که بخل می ورزند و مردم را به بخل دستور می دهند و هر کی از راه خدا رو بگرداند پس بیگمان خداوند هم اوست بی نیاز و ستوده. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. واقعا پیامبران خود را با نشانه‌های واضح فرستادیم و با ایشان کتاب و میزان را نازل کردیم تا مردم به تأمین عدالت بپردازند و آهن را نازل کردیم که در آن قوت شدید است و منافع برای مردم تا خداوند معلوم کند که چی کسی او و پیامبران او را در غیب یاری می کند. حقا که خداوند توانا و صاحب قدرت منیست. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. بیگمان نوح و ابراهیم را فرستادیم و در دودمان ایشان نبوت و وحی را قرار دادیم، پس بعضی از ایشان رهیاب شده اند و بسیاری از ایشان بدکاره اند. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. سپس به تعقیب ایشان پیامبران خود را فرستادیم و بعداً عیسی پسر مریم را فرستادیم و به او انجیل را دادیم و در قلب پیروان او شفقت و رحمت نهادیم و رهبانیتی که خود آن را اختراع کرده بودند ما آن را بر ایشان فرض نگردانیده بودیم مگر طلب خوشنودی خدا را، ولی ایشان آنطوری که رعایت آن ایجاب می کرد آن را رعایت نکردند. با این هم ما به کسانی از ایشان که ایمان آوردند پاداششان را دادیم و بسیاری از ایشان بدکاره اند. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لكم نورا تمشون به و یغفر لكم والله غفور رحیم. ای مؤمنان، از خدا بترسید و به پیامبر او ایمان بیاورید تا خدا به شما 2 برابر از رحمت خود را عطا کند و به شما نوری قرار دهد که با آن به راه مستقیم بروید و شما را بیامرزد و خداوند بخشاینده و مهربان است. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تا اهل کتاب بدانند که قدرت بر تخصیص فضل خدا برای خود ندارند و بیگمان فضل کاملا به ید خداست به هر که